در کوهستان مسچاه پنیر هلندی استحصال شده ایستاده است. پنیر را از شیر چاروی کوهستان در کارگاه خرد استحصالی شیر مسچاه کوهی تیار میکنند. در کارگاه دوام 24 ساعت یک تن شیر کارکرد می شود. شیر را ساکنان دهات نزدیکی این منطقه کوهی که با چارواداری مشغولند تامین می نمایند. استحصال ما پنیر، قایماق، جرغات، تворог 5-6 نمود استحصال میکنیم ما. سرشمار چاروی شیردهنده مغفرت زیاد است. بیشتری شیر دوشیده این زن به کارگاه خرد که بالاتر از دهه او جای گرفته است به فروش می رود. 1 لیتر آن را به 2 سومانی می دهد. برابر مغفرت صدها ساکنان ده با همین کار مشغولند. آدمان شیر اضافگی خود را به این کارگاه با نرخ دسترس می دهند. زیرا قسمتی بیشتری ساکنان مسچاه کوهی به چارواداری مشغول بوده شیر فراوان می باشد. تجهیزات کارگاه خرد از فدراسیون روسیه آورده شده دوام 24 ساعت اقتداری تا 2 تن کارکرد شیر را دارد. اما کارگاه دوام یک شبانه روز تا 1 تن شیر را کارکرد نموده قایماق، پنیر، جرغات و تворог را استحصال می نماید که صفت آن از جهت اکولوژی بهترین ارزیابی کرده می شود. شیر را از همین دههای همین کوهستان دسترس میکنیم. بعد شیر همچون محصولات تازه بودنش برای همین ما اینجا تشکیل کردیم. فرقیتش همین که اینجا شیرش با دواش تازه، شیر اکولوژیکی تازه هست. ترکیبش رواناکیش بسیارتر. متخصصان کارگاه خرد استحصال شیر میگویند طلبات ساکنان منطقه کوهی بیشتر به قایماق زیاد می باشد. محصولات تیار پورا در داخل ناحیه به فروش می رود. پنیر و تворог باشد به شهر و ناحیه های ولایت سوخت صادرات کرده می شود. صفت محصولات بنابر تازه بودن اکولوژی منطقه بهترین ارزیابی کرده می شود. محصولات ما از 1 تن شیر قریب 80-85% محصولات کشیدیم. کارگاه خرد استحصالی در کوهستان مسچاه از جانب صاحبکار سال 2019 افتتاح یافت. صادرات محصولات کارخانه شیر مسچاه کوهی به جز از خود ناحیه کوهستان مسچاه همچنین در شهر خوجند و پایتخت کشور شهر دوشنبه به راه مانده شده است. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.